سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امیرکسفان هستم و خیلی خوش اومدید یه ویدیو جدید. بچه امروز اومدیم 5 تا بهترین آهنگای فانک رو بهتون معرفی کنیم. پارت دومش. بزن بریم. لیتس گو. بچه اولین آهنگی که اومدیم براتون معرفی کنیم اصلا باعث شد که من به خاطر همین یه ویدیو براتون بذارم. اصلا من به خاطر این یه ویدیو من براتون گذاشتم. آخ من چه کارم؟ اینه خیلی آهنگش خفنه و بریم اگه اشتباه نکنم اسمش هم دیجی اوربیتاله. بریم سراغ یه آهنگ بعدی که اصلا پیدا نمیشه، خیلی سخت پیدا میشه. مگه اینکه مثلا اسمشو بلد باشی بزنی. خیلی خفن آهنگش، گوش کنیم. Hoje é baile de fundo e só perere. Vai, levanta o pé. این آهنگش خیلی خفنه، گفتم بهتون هیچ جا پیدا نمیشه مگه اینکه اسمشو بلد باشید. میریم سراغ آهنگ سوم که اونم خفنه ولی نه به اندازه دوتای اولی. اوکی. Ela pica de 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 ela pica de pica de pica de pica de pica de pica de که اسمش هستش که ایج کلاس اسلو. نسخه اسلوشه بچه ها، این خیلی خفنه ولی به اندازه دوتای اولی نیستش. بریم سراغ آهنگ چهارم. Notificação dos partos, vou dizer como é que é. Domingão já tá estralando, põe nas pistas Santa Fé. Chama todas as princesas, com certeza as mais top. Lá na praia de Ilhabela eu passei com o novo Veloz. Vem, اینو خیلی برای ادیت استفاده شده. خیلیاتون مطمئنم که دیدید همچین آهنگو که توی ویدیو گذاشتن تو یوتیوب. بریم سراغ آهنگ بعدی که اون اولین آهنگی که من دانلودش کردم. خب به انم آهنگ فانک، اولین آهنگ فانکی که من دانلودش کردم. خیلی خفنه، پیدا میشه. اگه مثلا آهنگشو داشته باشید پیدا میشه، این خیلی ساده پیدا میشه ولی من بازم اسمشو میگم. ایکس مینه. بریم گوش کنیم. بچه امیدوارم از این معرفی آهنگ خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد حمایت ها زیادتر باشه پارت 3 هم میذاریم. فعلا تا یه ویدیو دیگه، بدرود.